بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما خوبان. مرحله پنجم از مراحل ساخت مدرسه علمیه نورالهدی ولایت قندهار در مورخ 7 جوزای 1404 هجری شمسی را مشاهده میکنیم. امروز هم با توکل بر خدا و همت شما عزیزان شاهد کانکریتریزی سقف منزل دوم این بنای دینی و مذهبی هستیم. جناب حاجی عبدالاحمد سلطانی یکی از ریش سفیدان و متنفذین قومی را با خود داریم که مسئولیت کار و نظارت بر کار ساخت مدرسه نورالهدی ولایت قندهار را بر عهده دارند. حاجی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. حاجی صاحب میشه بیان کنن که چی مقدار سیخ گل، سمنت و جغل امروز مورد استفاده قرار گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دو تن سیخ 16 میلی آوردم، 4 نیم تن سیخ 12 میلی آوردم، 4 بندل هم سیخ 1 میلی آوردم، 300 کیلو سیخ 8 میلی آوردم که جمله میشه سیخ 12 میلی و 14 میلی و 1 میلی جمله میشه 6 تن و 800 کیلو. فانی جغل هم فانی تقریبا در حدود 20 موتر 22 موتر جغل میشه. 300 گونه سمت آوردم من ان شاء الله شاید فانی بس ما در بکنم خود اگر که سمت هم خاصی سمت هم میاره بنا باور برادران کمک کردن، مسلمانان کمک کردن، کسان سیخ گرفتن، کسان سمت برنگ گرفتن، کسان خودشان پول دادن فانی که ما رفتن سمت گرفتم برشان آن دیگه کمکای مردم خداوند تعالی خیر بده. پیام شما چیه برای دوستایی که کلیپ میبینن؟ کار کرد به این پیش خود شریک میکنن برای آخرت خوب فهمه که ان شاء الله الرحمن الرحیم تا که خشت زی وفا باشه ثواب جاریه ثواب جاریه مؤمنین تقاضا دارن فهم که کمکار فهمه راسن زیادتر کنه ان شاء الله الرحمن الرحیم خودشان به پیش میرسه و بیجام نمیره عادلانه فهمه خشتش فهمه با آخرت باشن فهمه دیگه. تشکر از شما جناب آقای حاجی عبدالاحمد سلطانی. دوستانی که خواهان سهمگیری در این امر خیر هستند می توانند با شماره های ذیل در ارتباط باشند.